وسط راه ماشینمون خراب شد. برای استراحت توقف کردیم. برق نیست. کلا سفر پرماجراییه. یه بار اتوبوس خراب میشه، یه بار برق نیست. عالی، بی‌نظیره، بی‌نظیر. حالا روشنش کردم. امروز سه‌شنبه است. تا برسم تهران میشه چهارشنبه. در واقع من چهارشنبه صبح میرسم. همون صبح لباسم عوض میکنم، میرم نمایشگاه و تا شب اونجا عمل میکنم. سر راه پیاده شدم، نرفتم ترمینال. من شورت و یلت سوال اصلی اینجاست که ما الان باید از کجا شروع کنیم. نمیدونم چی کار کنم، چی بخرم، کجا برم. همینجوری دارم دور خودم میچرخم. با فیدیبو شروع میکنم. بچه فیدیبو با اسکن کردن این یه اشتراک 1 ماه بهتون میده. سلام بچه ها، اینجا خیلی بزرگه، خیلی هم شلوغه. نشه شلوغ افق همیشه. داستانی رمانی هستند که از ادبیات کشور از یکی از سرنخ‌ها محل اتصال تصویر روی نقشه هست که این مال سلام، چطوری؟ زینب سلام علیکم. خوشگل من اومده، خوشگل من جون لطف داری. از نشون گفت چی پیشنهاد میدی؟ چی دوست داری؟ خب من فقط اسم میبرم. 2 تا کتاب پیشنهاد بده که اغلب افراد میپسندن. رستوران عشق نویافته، این متاسفم آرامشنامه خب رقص دختر یوگا، یه دختر کره‌ای شانشوی مباشر. دوباره بگم فرزندی دختری با ماشین قرمز. این چی بود؟ عشق در روزهای قتل عام خجالی. همه رو پیشنهاد میده کلا، نه؟ بچه‌ها اینا رو میخوام بفروشم به ریما. همه رو داره زن میخره. خواهرم خیلی دوست داشتم اینو داشته باشم. آروم نمیگی گیریم. قهوه خوردی؟ انرژی زاد. رفتیم دستم پره. الان دارم میرم برای نیماژ. دارم به این فکر میکنم که این حجم از کتاب رو من چجوری باید توی چمدونم جا بدم. ببینید کیا رو دیدم. بچه ها آره حدیث تا تذکر گرفتم بابت شالم، ولی I don't care. کیسه شماره 1، کیسه شماره 2، کیسه های شماره 3 و 4. دیگه برگردم این خریدای امروز. حالا دیگه باید با این حجم از وسایل من برگردم خونه. خیلی خستم. ساعت 3:35 است. من ساعت چند اومدم؟ 12 بودم. تقریبا 3 ساعته که اینجا. این اولین تجربه من از نمایشگاه کتابه و خیلی دوست داشتنی بود. مخصوصا اون قسمت هایی که من دوستام رو میدیدم و اصلا اون بهترین قسمتش بود. بهترین قسمتش دیدن دوستام بود. در واقع هدف منم بیشتر این بود تا اینکه کتاب بخرم. بیشتر دوست داشتم دوستامو ببینم، مخصوصا زینب که خیلی هوامو داشت توی نمایشگاه، حدیث، بهار، مانا، بقیه بچه ها رو مثل الناز و کیانو نتونستم ببینم، وقت نشد. ولی در کل خیلی
قشنگ بود. با اینکه خیلی خسته بودم، اولین روز تهران خیلی خوش گذشت.